سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که جور و صحت و سلامت باشید. ایده از صمیم قلب به شما عزیزان تبریک میگویم. امیدوار هستم که عید خوب و خوش و پر از امنیت سپری کردن باشید تا این البته امروز دوم عید است و ما هم آمادگی گرفتیم، لباسای عیدی خود پوشیدیم، لباسای ما از افغانستان برام ارسال کردن، بالاخره رسید و ما هم عید کردم. دیروز عید نداشتم چون لباسای من هنوز نرسیده بود، ناامید شده بودم، کم بود. مگر امروز لباسم رسید، بخیر پوشیدم و ما آمادگی گرفتم در خانه، میوه و چیزا جور کردیم. البته ما قربانی نداریم چون ما در طرف هستیم و قدر دیگه نمیشه به قربانی، فقط میوه خشک گرفتیم و مثل عید رمضان یک دسترخوان جور کردیم و منتظر دوستا هستیم که بخیر خوبی دوستا و فامیلا عید گشتک بیاد. امروز مرا همراهی کنید، من بیرون میرم، خانه دوستا میرم، خانه فامیلا میرم، ببینید که من در روز دوم عید چی کار میکنم، کجا میرم. پس منتظر باشین، مرا همراهی کنید. دوستای عزیز، ما لباس خود تبدیل کردم چون لباس افغانی بخمل بود، به حد گرم بود. امیال در پنجابی هم بسیار گرمی است که اصلا در بیرون گشته نمیشه. ما پنجابی افغانی پوشیدم و دوستای ما آمدن، آل همه که ما یک جوری میریم عید گشتک و مرا همراهی کنین، میریم خانه خودمان. قربان ها و